غار نمک یعنی که از نامی پیداه دیگه، غار یا به شکل نمک که داخل میشه، من نمیفهم چیکار میشه. درست؟ دوستایی که تولد میگیرن، یعنی تولد به اینجا میگیرن؟ به اینجا زیر میگیرن. چی میگه شما؟ بیننده‌های عزیز، پردون خدا؟ یعنی در داخل آب والیبال و واترپولو هندبال. زنده باد افغانستان. داخل آب داخل شوین. کسانی که والیبال علاقه داره که من خودم شدیداً به والیبال علاقه دارم و شوترم. چرا تخلص پهلوان گذاشتیم؟ پهلوان است. گوشتی؟ بله. خب الان من گوشتی میگیریم؟ نه شما استاد. همراهان عزیز، سلام مجدد. امیدوارم که در هر کجای دنیا هستین خوب و خوش و آرام باشین. با همکارم یکی دیگر از جاهای مقبول و زیبا و دیدنی و کارآمد هرات انتخاب کردیم به نام سرزمین هیجان. بریم ببینیم که جوانا و مردم هرات در اینجا چگونه آببازی میکنن و مشهور به سونایه و فکر کنم تازه هم تاسیس شده و خیلی عالی و پرآوازه. بریم ببینیم از داخلی و ببینیم که چی یک فضای داره. با ما همراه باشین. بیننده‌های عزیز، داخل صحنی سرزمین هیجان شدیم و ما با یکی از همکارا صحبت کنم ببینم که مسئولی از کی. سلام، وقت شما بخیر. خوبین؟ خوشحال هستم. قربان شما، تشکر. اسم شریف؟ سید یونس یوسفی. مسئولیت؟ روابط عمومی سونای جان. خیلی خوب. با آدمی که کار داریم بالاخره برابر شدم. ما میخوایم برای بیننده ها سرزمین هیجان همونطور هیجان گونه به نمایش بگذاریم. همکاری میکنیم؟ 100% شما خدمت شما. قربان شما، تشکر. از کجا شروع کنیم؟ از این بخش پذیرش و ریسپشن و شروع میکنیم. خیلی از قسمت پذیرش. درست. همراهان عزیز، ما از 0 تا 100 سرزمین هیجان رو به تصویر میکشیم. با ما همراه باشید. قسمت اول بخش کفشکن مونه. خیلی اول میمون عزیز میان کفشو پیوز میکنم. در قدم اینو خست میان کفشا خود تبدیل میکنن. درسته؟ و قسمت دوم لوازم بیدشتیه. دوستای چیزی لازم داشته باشم، همه چیز هسته. خیلی خوب. سلام. سلام علیکم. وقت بخیر. خوب است. خوب هستین؟ صحت خوب؟ شکر می‌کنم. اسم شریف؟ مهران. خیلی خوب. مسئولیت اینجا به دوش شماست؟ بله بله. خیلی خوب. چند وقت میشه اینجا؟ اینجا تقریبا 3 ماه میشه. از کار خود راضی هستین؟ بله، ساعت لذت میبرین؟ بسیار. بله. روزانه چقدر آببازی میکنن اینجا؟ دیگه خود ما شخصا. خودت شخصا؟ دیگه ما مشکل نداره. اول تایم آخر تایم آزاده. من فکر کنم شما عادی شده چی علاقه برای آببازی ندارین. چطور؟ نه خوب علاقه دارم. چرا نه؟ بازی برای یک ورزش دیگه در کل برای بدن سلامتی. موفق مایت باشین. عزیز. مدیر صاحب کجا بریم؟ این بخش بعدی چیه گفتیم؟ بخش پذیرش و ریسپشنه. خیلی خوب. دوستا از این دستبند میگیرم. یعنی که شما دستبند. خیلی خوب. میشه دستبند بنید. یعنی فکر کنین که من در کل دیگه میخوام برام بازی کنم. درسته؟ 2 دستبند داده میشه برای چی؟ برای جالباسا شما. برای هر نفر یک دانه داده میشه. یعنی دقیقاً از همکارمونه دیگه. از شما را من میگیرم. خب این را به دست خود میکنین. خیلی عالی. دیگه امرو با شورت و حوله مجاز. همو وسایل و تجهیزات که نیازه. درسته؟ از اینجا گرفته. از اینجا. بعضی دوستا دارم، بعضی اینا با موبایل. خیلی خوب. بعد حسابداریه. قسمت حسابداریه، اسکناس پول. بعد پذیرش توی ریسپشن داره. ریسپشن داره. خیلی خوب. بخش شورت اوله میشه که میمونا میایم شورت اوله میدیم برای اینا. خیلی خوب. بخش امانات مونه کسی که چیزای قیمتی داشته باشه. مثلا قیمتی انگشتر، ساعت، گوشی میتونه اینجا تحویله. بیننده‌های عزیز، طبقی که در تصویر میبینیم ذره به ذره تمام چیز در اینجا به صورت پروفشنال، اینترنشنال، واقعا همه چیز اینجا منظم شده. وسایل قیمتی در اینجا جابجا میشه و کلی هم حتما به دست یک مسئول یا به دست خود شخصه. خود شخص میگه. ما ادامه میدیم برنامه را و ما فعلا در صحنی قرار داریم. ما قرار است کدام سمت داریم؟ میریم داخل سونا خودشون. داخل خود سونا سونا رخکن میشه واسه سپرایز. بیاین امروز چی یک طرح مقبول اینجا کار شده برای دیکوریشن؟ از کدام انجینر خاص بوده چطور؟ بله، انجینر رو هم از کشور ایران بیدم. اینجا ساخت و ساز نقشه اینا همگی.
بیننده‌های عزیز، واقعا یک طرح بسیار عالی در دیوار من میالی دیدم که مرا جذب خود کرد که باید نگاه کنم. شما هم نگاه کنید و آهسته آهسته همراه به اصطلاح مدیری از این سرزمین هیجان وارد سونا میشیم. درسته؟ خیلی خوب. بازم در دیوار ما یک دکوریشن بسیار مقبولی میبینم که شاید لوگوی از این باشه. درسته؟ نماد المپیکه. نماد المپیک؟ بله. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی عالی. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز، ما آمدیم بازم در سن، هنوز در خود سونا قرار نداریم و مدیر صاحب میگن کجا بریم؟ فرمایید رختکن ببینیم. این قسمت رختکن ها، یعنی جایی که رختا خور تبدیل میکنن. درسته؟ چشم من بود طرف یک چیزی هم خورده. این چیه؟ نمازخانه. خیلی خوب. اون قسمت نماز میخوان. بله نمازخانه بود. خیلی خوب. خیلی خوب. و حالا بعد از اینکه یعنی کسی وقت نماز چیزی باشه اونجا میرن نماز خور میخونن. درسته؟ چقدر عالی. سرزمین هیجان همه چیز مد نظر گرفته. 100%. خیلی عالی. خیلی عالی. ما میریم به سمت رختکن که مشتری‌ها و کسانی که اینجا مراجعه میکنن رختا خوری وضع میکنن و میرن به سمت آببازی و به اصطلاح همون ورزش، تفریح، هر چیزی که شما بیننده ها حساب میکنید. در این قسمت اگر توضیح داشته باشیم. این رختکن مانه 512 تا صندوق داریم. کاملا هم با یک سیستم کاملا متفاوت. 512 بله 500. یعنی در واقع سرزمین هیجان همزمان 512 نفر جواب میده. بیشتر 512. فعلا ما مدینه چون فاز اول خیلی خوب. 512 تا در نظر گرفتیم. خیلی خوب. خیلی خوب. این روی از دیکور از بسیار زیاد توجه صورت گرفته. خیلی قشنگه واقعا. گفتیم خاص باشیم دیگه. چیز خاص به واقعا خاصه. خیلی. اینجا در کل مشتری میایه رختا خور و نمو رختایی که داره میکشه اینجا میگذاره و بعد مو رختای یا بازیر یا مو شورت و هر چیزی که اصلا نکر کسته رو میپوشه. درسته؟ بله. بعد از این میرن به سمت چی؟ میرم بالا دیگه دوشویی ها. خب خیلی خوب. ما میریم فقط ما این نماز کنم. نه فقط به نمایش میگذاریم تا بیننده ها ببینن که اینجا همچون فعالیت هایی میشه. بیننده های عزیز همراه باشین و میریم به قسمتی بعدی که هنوز به سونا نرسیدیم. با ما همراه باشین. بیننده های عزیز، ما به اصطلاح وقتی که رخت خود اونجا وضع میکنیم و به اینجا مراجعه میکنیم. درسته؟ اینجا چی بخشه؟ این بخش شاورایه. نمونه عزیز یک شاور میگیرم کف چیز به اصطلاح میزنم میرم داخل سونا. خیلی خوب. اول اینجا خود یک پاک و تمیز منظم خود میسازن که آبی که به داخل هسته او آب آلوده نشه. درسته؟ چقدر عالی. چقدر عالی. در این قسمت این آب کلوره. کلوره ضد عفونی. یعنی مواد ریخته. مواد ریخته بله. که پاک و داخل میکنی میره ضد عفونی میشه داخل بشیم. ما خود جرئت ندارم واقعا. ولی در واقع یه اتفاق میفته برای انجام میدم دیگه. شما ببینید اینقدر من دوست دارم که هر کاری به خاطر شما میکنم. چبلی ها خوب بکشیم یا نه؟ با چبلی بسم الله. واه بفرمایید. بعد از این ما که داخل شدیم به طرف سونا، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. من از این دیکوریشن اکثر گپ میزنم و هر چی میرم میبینم که قشنگتر شده روانه. میتونی؟ 100%. بخشا را دیگه دانه دانه اگر بخشا آرایشی شده مثل سالن زیبایی. بله خیلی خوب. که پاکسازی صورت میشه. درسته؟ آرایشگاه سرزمینی هیجان. آرایشگاه پاکسازی صورت. بیننده‌های عزیز همراه باشین تا ما آرایشگاه رو ببینیم اول در قسمت اول. سلام، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ صحت خوب؟ استادی آرایشگر ما همینه دیگه. شما خوب هستین؟ شکر زنده باشید. اسم شریف؟ امام الدین. خیلی خوب. امام الدین عزیز چند وقت میشه اینجا کار میکنه؟ من تقریبا 1.5 سال میشه. 1.5 سال میشه. فقط در بخش آرایش و پاکسازی صورت. بله. خیلی خوب. راضی هستین از کار خوب؟ واش داره. لذت میبرین؟ بله. روز چند دفعه آب‌بازی میکنین اینجا؟ دیگه برخورد نداره، این مثل دکانداری صاحب بازار دیگه مشتری رفت و مشتری کنه. بازی آب‌بازی که اینجا میکنین روزانه؟ بله اشتباه نمیکنه. هر روز دیگه نه فقط تو تایم داره. خب بله. اگه یک روزی از اینجا بیرون شوی بری دیگه سمت کار کنی و عادت کرده باشی بری آب‌بازی، هزینه نمیکنی بیایی؟ واش نمیه. در این قسمت شما
مشتری که مراجعه میکنه با شما هم اصلاح سر، ریش و همچنان در اینجا فقط پاکسازی صورت انجام میدیم و اینجا که هست اصلاح مو است فهمیده؟ خیلی خوب. تشکر. چقدر هزینه میکنه باز؟ مثلا یک مشتری میاد سر خور اصلاح میکنه، ریش خورم، صورت خورم پاک میکنه، در مجموع که جورآمدی هم داشته باشین و اشناسان باشه، تخفیف هم برای بدین، چقدر هزینه ما که اول که هر کس بیا برای ما فرق نمیکنه، به این نمون اول برخورد میکنه. باز هرچی در توان خود مشتری باشه، رضایت خود مشتری باشه، ما گرفتگی خود مشتری هیچ نداره. یعنی مشتری دیق نمیکنه؟ نه دیق نمیکنه. بیاین دیگه. با ما همراه باشین تا بخشای بعدی سرزمین هیجان برنامه‌اش بگذاریم. واقعا وقتی من اینجا هستم یک بوی بسیار خاص و پاک و مطهر را احساس میکنم. من قبل از اینکه مدیر صاحب توضیح بدن در این قسمت یک آبشاره بسیار مقبولی را دیدم که با طرح سنگ و آبشار و چراغک‌های بسیار مقبول اینجا جور شده. امران عزیز، سرزمین هیجان داخل میشی واقعا هیجان میگیره آدم. ببینیم دیگه خود شما چیزی که به تصویر میبینیم هست. ما با مدیر صاحب یک جا میشیم تا معلومات از اونها وسیع و با ما توضیح میدن که اینجا چی حرف است. بخش بعدی که میریم مدیر صاحب بفرمایید. واو، بخش بعدی ما استراحتگاه میشه با آب گرم. چی؟ استراحتگاه ریلکسی. یعنی وقتی اینجا آب بازی میکنن خسته میشن ریلکسی خوب. میان اینجا ریلکس میکنن. بله با آب گرم. خیلی عالی. یعنی بیننده‌های عزیزم یاله که میبینن دیگه حتما میگن که سمت هرات باشیم یا بیاییم، به اینجا استراحت کردن هم آرزوست. ما به خدمت. خیلی خوب. ما رو به روی استراحت که هسته یک حوضی رو میبینیم. یا آب یخ یا گرم؟ یا 600 گفته میشه. آب سرده؟ بله آب 600 گفته میشه. خیلی خوب. و این همیشه در همین حالت هست؟ همیشه در این حالت هست. چقدر قطری از این باشه؟ این 1.60 1.60 متر و 60. بله. خیلی خوب. خیلی خوب. قرار میرن داخل از این دیگه تو ساعتیری میکنن. 100%. چقدر مقبول. بیننده‌های عزیز، پردون خدا. خب بخش بعدی سونای بخار میشه. خیلی سونای بخار با کاملا طرح متفاوت جکوزی. سونای جکوزی بخار. آب سرد داخل داره که دیگه تمام سونانی. خیلی خوب. که در اینجا فقط بخار میگیرن دیگه مردم. خب کیف میکنن، لذت میبرن. ماشاءالله من نمیفهمم که به تصویر میایه یا نه، ولی لازم نیست چون بسیار زیاد غباره. سونای دیگه، سونای بخار کلگی آشنایی دارن، ولی من مطمئنم چون در بخش دکوریشن متوجه هستیم خیلی عالیه، خیلی مقبول و پروفشنال. این قسمت چیه؟ بخش شاور آید. از خب. سونا بخار و خوش بینشن شاور میگیرم. چیزی کمبودی نداشته باشه. نه واقعا هیچی. در این بخش والله این سونای خشک میشه. سونای خشک ها خیلی که ظرفیت چند نفر همزمان به داخل از داریم؟ بیشتر از 100 نفر. بیشتر از 100 نفر. بزرگه. خوب بیننده‌های عزیز، سونای خشکم طبقی که همه ما شما معلومات داریم اینجا هم برای چی است؟ یعنی به خاطر چی مراجعه میکنن؟ برای خستگی. بازم خستگی رو میگیرن. بله. فضای اینجا یخ یا گرم؟ گرمه دیگه. گرمه؟ 100%. این هم مربوط سونای خشک میشه. این مربوط سونای خود جکوزی آب سرد داره داخل. بیننده‌های عزیز، باز هم در یک حوض دیگه قرار گرفتیم. آب گرم یا سرد؟ جکوزی آب گرمه. گرمه؟ بله. درجه گرمی یعنی تا چی حد هست؟ شاید 40 30 50. بله. خیلی خوب. خیلی خوب. و بعد از که از یخ نجات پیدا کنه خودم میندازی به گرما. خیلی خوب. بیننده عزیز خیلی یک دکور مقبولی داره، همه با طرح سنگ جور شده و رنگ آمیزی شده، خیلی مقبول. کامره هم در اونجا من مشاهده میکنم. کامره برای چیست؟ کلا به تمام فضا سونا کامره داره. به خاطر از اینکه یک مدیریتی درستی داشته باشه. اتفاقی میفته. خیلی خوب. خیلی خوب. در قسمتی اصلی سونا میرسیم، درسته؟ که هر کسی فکر نکنم جرأت بکنه خود پرت به داخل ازی، درسته؟ کامرامان ما اشاره میکنه میگه من میرم. خیلی خوب. قطری ازی را در کل بگوین که چند متر هسته، از چند شروع میشه و به چند ختم میشه؟ این متراژ از 25 بر 15 کاملا نیمه المپیک گفته میشه. خیلی خوب. عمقی هم 1.5 و 3 متر. از 1.5 شروع میشه تا 3 متر. عمق 1.5 داره و 3 متر. خیلی خوب. از اون قسمت
کم و به این سمت که میرسه این فکر زیاد کنم میشه. امی آخرین قسمت 3 درسته؟ 3 متر بله. خیلی خوب. اول یک هست 1.5 1.5 متر بله. دوستایی که یاد ندارم میتونم اونجوری راحت. مثل ما. مثل شما. یعنی آب از خود سرده دیگه. آب نه معتدله چون اینم زمستونه بله. یعنی در زمستان هم شما اینجا فعالیت دارین؟ هست می‌ذاره. واو بیننده های عزیز من اول پیش خود فکر کردم گفتم چنین سوژه را انتخاب کنم تا بیننده ها ببینن و بعد به این فکر افتادم که سرما شده خزان شده زمستان شده شاید جذابیتی نداشته باشه ولی خیلی مهمه در زمستان این آب چنان گرمه فضا چنان گرمه که باید بیای برای از که گرم شوی اینجا حتما با همکارم یک روزی حتما میایم درسته؟ یا ای که در ختم برنامه همون تو همین امروز درسته صحیح خیلی خوب اینا برای چی ساخته شده است؟ اینا دیفکوه. جان؟ دیفکو. ها یعنی قسمت استاد میشی میشه بعضی دوستا میشن دیفکو. خود میندازن درسته؟ او بیچارگکایی که از سر 1.5 متری میخوای خورمندازه دیگه دیفکو نباید داشته نه، باشن نه. اونا دیفکوی وطنی واجب دیفکوی وطنی داره. خیلی خوب خیلی خوب. ادامه میدیم دوستای عزیز تا فضا را مقبولتر و منظمتر بتونه ببینیم. واو چی یک دیکور قشنگی دیگه در اینجا میبینیم. در اینجا بیایی آب بازی کنی واقعا ریلکس میشی نه؟ طرحی از این از کی بود استاد؟ تر هم از این انجینرها خود ما گفتیم دیگه. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب سخت نویدی گفتم چه فعالیت چالشی که خوش داشته باشم بیوام. خیلی خوب فعالیتی سونا 24 ساعته نه از یک بعد از ظهر شروع میشه تا 11 شب. از یک بعد از ظهر تا 11 شب 11 شب. خیلی خوب خیلی عالی. ادامه میدیم کدام بخش دیگه هم داریم مگه نه؟ بیننده‌های عزیز ما بازم به یک بخش دیگه سونای سرزمین هیجان قرار گرفتیم و مدیر صاحب توضیح میدن که این کدام بخشه. این بخش واترپرو میشه همراه با والیبال. این بخش اینه. یعنی در داخل آب والیبال و واترپرو هندبال. زنده باد افغانستان. داخل آب داخل شوین کسانی که والیبال علاقه داره که من خودم شدیداً به والیبال علاقه دارم و شوترم یعنی در داخل آب واقعا تجربه ندارم که چطور بازی میشه کاملا متفاوت. دوستا میاین درست؟ 100 چیز خیلی خوب. قدم یعنی در کل تمام از این سرویس که هسته تمام از این بخشا میتونه مشتری که داخل میشه از تمام بخشا استفاده کنه؟ نه بعضی جا فیس ورودی جدا داره. مثلا این فیس ورودی جدای داره؟ این فیس ورودی جدا داره دیگه قواسی ما قاره نمک ما قواسی؟ قواسی بله. بریم دوستا ببینیم قواسی چیه؟ خیلی خوب اول پیش از اینکه ما به اون بخش بریم اینا رو یک توضیح بدیم چی هست؟ قواسی اینا سلندای هوایه که بسته میکنم مشتری رو ببینم داخل من سلندا و سلند میگم یا اون کپسول هوا ما کسانی که با عادی بازی بگیم. اینا خوب صحیح آشنایی دارن میفهمن گپ چیه درسته؟ بله من خب فکر کردم کپسول گازیه باور کنین خب بیننده‌های عزیز این قسمت گفتیم به نام چی یاد میکنیم؟ بنام قواسیه قواسی بله خیلی. نوآوری و افغانستان نوآوریه خب باور کنین ما او قسمتی از آبار فکر کردم یک مویه اون چی هست یا با متر جور شده اون به اون تر جور شده تر اشپاه مرترسانه گفتم برای مرنک کنن یک دارم آب یزی گرم یا سرد؟ آب از این معتدله یعنی بازم معتدل بله خیلی. چون لباس میشه و کاملا این چند متره؟ یه 8 متر عمق داره 8 متر بله. خیلی خوب خیلی خوب و تجهیزاتی هم داره دیگه مثلا کشتی و تیاره اینا داره دیگه هر کس اینجا آمده نمیتونه فیس داره هر کس خواسته باشه میره یعنی این کسی که بلدم نباشه میتونه بیاد نباشه یک مربی هم روی میره خب مربی هم از اینجا داده از میشه زمین داده میشه خیلی خوب گفتین بخشی موتر داره تیاره داره چی همین چیزا تزیینی داره مثلا کشتی داره و قایق داره و دیگه گنجایی داره کیک تولد داره خیلی خوب دوستایی که تولد میگیرن یعنی تولد به اینجا به میگیرن همین جزیره چی میگیره میگه شما همکاری عزیز تولد من نزدیکه بیننده‌های عزیز همراه ما باشین تا ببینیم دیگه چه بخشا و چه فعالیت‌های سونای سرزمین هیجان داره در این قسمت بازم فکر کنم یک حالتی هست که به خاطر استراحت ساخته شده درسته؟ خیلی
دیگه همه تا آهسته آهسته ادامه میدیم تا ببینیم که چی بخشای دیگه داره. بینندگان عزیز همراه ما باشین و امیدوارم خسته کن نشده باشه با شما برنامه. من خواهم اکنون همراه مدیر صاحب که هستم واقعا خوش میگذرانم. خیلی چیزهای عجیب و غریب و چیزهای بسیار خوشایندی رو میبینم و این قسمت که هسته فکر کنم قسمت خوردن و نوشیدن نه؟ بله از اون دکوریشن معلوم میشه دوستای عزیز که اینجا مشتری ها میاین بعد از اینکه آب‌بازی میکنن تفریح میکنن حتما خسته میشن گوشنه میشن تشنه میشن قرار کرده اینجا میان میشینن و یک چیزی فرمایش میدن قهوه چای من نمیفهمم که اینجا چی هست حالا پرسان میکنیم حتما اینجا میشینن و قرار از فضا لذت میبرن و چای خود می نوشن نوشیدنی خود میخورن و غیره. ادامه میدیم برنامه را ببینیم که از کجا میتونن این را بگیرن و فرمایشی نوشیدنی با چی چیزی اینجا داده میشه. هر چیز خواسته باشه. هر چیز؟ بله. یعنی فرض مثال بگم قابلی هم بیارین هسته؟ چی بیاره؟ قابلی؟ نه قابلی. خیلی یعنی در کل قسمت آب و قهوه و چای و فسفودی تمام فسفودی چیزایی که نوشیدنی مایات باشه درسته؟ در این قسمت این قسمت قهوه و چای اینا میشه. آب میوه نوشیدنی سرد که مشتری میاد فرمایش خود اینجا میده؟ فرمایش میده دوستا میتونه دوستا میارن اونجا سرویس میشه. خب و بخش بعدی و غار نمک ببینید به چی جمله و اصطلاحاتی برمیخونم هیچ نشنیدم. غار نمک یعنی که از نامی پیدا دیگه غاریه به شکل نمک که داخل میشه من نمیفهم چیکار میشه درست؟ ببینیم هیجانه واقعا هیجانه ما در داخل غار نمک داخل میشیم. واو چیه اینجا خیلی عالی. مدیر صاحب مهربونی در این قسمت اگر توضیح داشته باشیم. این شاوره بعد از کسی که غار نمک استفاده کنه نمک پوش میشه کاملا یک شاور میگیره پس اینا واقعا نمکه؟ اینا نمک طبیعیه نمک خوردنی نیه اصطلاح یعنی شور نیه؟ نه فقط این نمک طبیعی حتی به دریا اینا گرفته میشه. خیلی خوب اینجا میان چیکار میکنن؟ ریلکسیه کاملا از اولو بدن میگیره رفع میکنه. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز طبقی که در تصویر میبینین در غار نمک یعنی چون فضایی هست که میان و بالاخره ریلکس میکنن و واقعا یک فضای کاملا عالی مقبولی با دکوریشن عالی. ما خب هیچ دلم نمایم شد تا ساعت 11 بجازم اینجا بیرون شد. ما به خدمت میزبانی میکنیم 100%. بیننده‌های عزیز ما در هر جایی که برنامه جور میکنم تمام اشخاص همراه ما چنان مهربانی دارن که دلم میخواد دوباره برنامه ثبت کنم ولی نمیشه دیگه. اگر شما نظر بدین 100% دوباره ثبت میکنم. خب در غار نمک هم رفتیم و فضا را دیدیم. بخش بعدی از این رستوران درسته؟ خیلی خوب. در اینجا غذای بله. چه غذایی معمولا اینجا داده میشه؟ غذای فسفودیه. غذای فسفودی؟ خیلی خوب. سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین تشکر. چی آماده داری که بخورم؟ هر چی که مست باشه. همه چیز آماده؟ بله. اسم تو چیه جون من؟ اسمم فرزاد؟ بله. خیلی خوب. لذت میبری؟ بله اشتنه. هم کار میکنی هم مردم رو میبینی اینجا بازی میکنن نه؟ بله. یک دفعه میتونه نمیشه شوقی شوی خدا پرتی بخده ها؟ اشتنه میشه. خدا وقت شده ای تو کاری؟ بله. خیلی خوب. تشکر. خب مدیر صاحب فکر کنم به آخرین قسمت رسیدیم پس نه؟ یا هنوز ادامه داره؟ بیننده‌های عزیز ادامه داره. واو من اینجا توپکک‌ها رو میبینم. فکر کنم این دیگه بخش تفلک‌ها باید باشه. اطفال برای فعلا توپک‌ها را که دیدم متوجه شدم که بخش اطفاله. خردسن میان اینجا سرتیری میان. سرتیری میکنن و خود به قدر و اینا ساعت خود تیر میکنن. میان توپک بازی میکنن داخل میشن اینجا میشینن دوران طفولیت بخیر نه؟ خیلی عالی. بیننده‌های عزیز ادامه میدیم برنامه خود هرچند وقتی برنامه ما کمه ولی واقعا سرزمین هیجان خیلی وسیعه و هر قدر کوشش میکنم زودتر تمام شود نشد تمام واقعا. ما
چون وعده دادیم با شما ذره به ذره سرزمین هیجان رو با شما به نمایش میگذاریم. با ما همراه باشید. این هم قسمت سرویس غذایی درسته؟ در این قسمت باز هم به خاطر ریلکسی استراحتگاه بله. قهرمانی ایمان مبارک. این مسابقات بین تمام صناع ایران بین قلیق نژاد و اینا خوشبختانه برگزار شده بود. بله چند مدت پیش خوشبختانه قلیق نژاد معول شدن به تمام صناع. تبریک باشه. قربانش. شیرینی هم داره؟ 100%. خیلی خوب. ما باز هم ادامه میدیم. باور کنین هیجانی شدم بعضی وقتا متوجه نمیشم که به این طرف بگیرم یا به این طرف. واقعا سرزمین هیجان دیگه دوستا. کمی و کاستی ما رو شما بپذیرین و آدم به سرزمین هیجان که داخل میشه طبیعی است که هیجان زده میشه. روبرو ماساژ از بخشی که واقعا من خیلی خوشم میاد و این قسمت فکر کنم فقط مشتری ها را با هزینه ای که مد نظر دارین ماساژ میدین. درسته؟ یعنی ورود به اینجا هم هزینه داره. درسته؟ در هر قسمت ورود شوی هزینه داره. خیلی خوب. یعنی یک کس بیایه بخواد از تمام بخش‌های از استفاده کنه چند روپیه داشته باشه حل میشه کاری. ایشه اندکی داشته باشه. اندکی؟ خیلی خوب. اندکی داشته باشین کار شما حله. سلام وقت شما بخیر. صحت خوب؟ صحتمند؟ اسم شریف؟ عبدالظاهر پهلوان. خیلی خوب. شما دیگه ماساژ میدین؟ ماساژگر سرزمین هیجانیم بله. خیلی خوب. مشتری وقتی اینجا میاد شما تجربه کاریش از کجا بوده؟ ما دیگه این کار به ایران شروع کردیم. درس رو بخونیم اونجا یاد گرفتیم با اینجا. مسلکی؟ بله یا تخصصی. خیلی خوب. چرا تخلص پهلوان گذاشتین؟ پهلوان است. گوشتی؟ بله. خب امروز ما گوشتی میگیریم؟ نه شما استاد. دوستانی عزیز در همچون فضایی در همچون موقعیتی واقعا به پهلوان ضرورت است. یعنی اگر واقعا ما بخوایم همچون کاری بکنم از توانایی مخارجه. باید همو بادید باشه، همو استعداد باشه، همو مسلک فرا بگیری و استاد پهلوان واقعا خدمت میکنن. ما خوشحالیم که در افغانستان چنین جوانایی داریم با روحیه تازه، با انگیزه مثبت در حال فعالیتن و خداوند خیر بده شما. بخیر باشید. بینندگان عزیز ما ببینیم که دیگه کدام بخش دیگه هم داره، او را هم به تصویر میکشیم. با ما همراه باشید. خب مدیر صاحب این سرزمین هیجان شما خلاصی نداره مثلا؟ خلاص شد دیگه. خلاص شد؟ واقعا خیلی خوب. بینندگان عزیز چی نظر دارین که همراه امید درشی خدا بندازم با داخل میوه؟ هم اگر موافقین نظر بدین به برنامه بعدی میندازم خدا. خیلی خوب. همراهان و دوستانی عزیز طبقی که وعده دادم تمام قسمت های سرزمین هیجان هرات را به شما به نمایش گذاشتم. تشکر که حوصله کردین و تمام برنامه را دیدین و تشکر از مدیر صاحب که همکاری کردن و تمام قسمت های را با ما به معرفی کشیدن. زنده باد افغانستان. تا برنامه بعد بدید.